با سلام به شما عزیزان، H58 هستم. یکی دیگه از شعرامو تقدیم میکنم به روح تمام آدمهای آزاد و بزرگ که به خاطر آرمانشون همانا وطن ایران جنگیدن و کشته شدن. تمام اون جوانایی که به خاطر دین و اعتقادشون از کمترین امتیازات در ایران برخوردارن و گاهی مجبور میشن به خاطر جونشون از ایران فرار کنن. روی تقویم قدیمی زوم روی تاریخ 16 آذر یادآور رشادت و فداکاری گلهای پرپر. چه زیبا بود اون روزا، مردم ما همه یک دل، کسی به فکر فریب ذهن نبود، همه هما اندیش و آنجل. چی شد اون وقتا؟ دیگه تموم شد، هرچی بچه ها کاشتن همگی حروم شد. چقدر خونها ریخته شد تو میدونی، دلیل این همه شورش ها چه بود تو میدونی. کجاست اون آرمان؟ چی شد انقلاب؟ عوض کردن نتایج انقلاب رو، حالا هی بگیر بخواب. کجا یه کاری رفیق زدن تو سرمون با سلاح دین؟ هیچ کس دیگه حاضر نیست بیاد تو این میدون پر از مین. خونه های شهرمون همه داره دوربین. راضی میشی حالا بشین بدتر از این رو ببین. به جای ارشاد و هدایت همش خفه شدن سرکوب، همش سکوت. پس تو مهر خاموشی بر لب بکوب. صدای من و تو وطن نمیشه شنیده. کجاست اون حسن فهمیده که زیر تانگ میره؟ بچه های ایران وطن تنهاست، خواهش میکنم بس شعار، اینجا مال ماست. خدا خودش میدونه حق با تموم بچه های ایرونه. هیچ کس اهل فرار نیست، همشون شدن دیوونه. آخرش این شد که جوانای وطن دارن خارج میشن از وطن. بی خیال من تباه شدم، این آخر ماجراست. بشنو از من ای جان برادر، این درد دل ماست. امیدوارم ما اقلیت ها، همه کسانی که تو ایران زندگی میکنن یه روزی بتونن به صورت آزادانه و رها تو ایران زندگی کنن و کسی به کسی نخواد توضیحی بده، بدون هیچ دلیلی راحت زندگی کنیم مثل سایر کشورهای دیگه. ممنون.